آقای مامور چی شد؟ با ما خبر رسوندن که سلام عدلی در اینجا پنهان است. برای همین باز تفتیش میکنیم. سلام عدلی شما چی میگویید؟ او در اینجا نیست. هیچ کس نیست. گوش کنید خانم، اگر گریزا رو پنهان میکنید شما را هم برای این جزا میدهیم. این دویوم مراتب است که میآییم. بار سیوم مجبور میشیم شما رو به شوکه بریم. برم جو نکن رو. خیر مادر جان. خدایا آنها رو در پناهت نگاه دار. امبک قربان نعمت است دخترم. نان هم نعمت است، کاغذ هم. نعمت کلان میده نمی شود. آن را در تکی پایمال کردن گناه است. نان نعمت دارد، کاغذ این دارد. نعمت او علم است برای حرمتش. علیه دخترم، چه دردی داره که آبی چشم میریزی؟ دردی سخت داری؟ بیا صدیقه، انا به خانه رسیدیم. بیا. خانم خالی باشه چی میشود؟ در خانه خالی چیکار میکنم؟ زیق نشو صدیقه، زیق نشو. همه‌اش میگذرن، به عقلی میکنن، عقلشون میدروین، میوین، باز خانه‌ات پر میشود. پیرو بیا، التماس به من کمک کنه. مایلش صدیقه، مایلش. اکای حمزه به من کمک کنه. التماس کلینم رو بیاره، نگذارد که یک آیله ویران شود. سنم رو خلاص کنه. خدایا این چی بلایی بود که به سرم آمد؟ غم بالای غم، دیگر طاقت کرده نمیتونم. صدیقه بس، خود رو به دست گیر. خدا اگر بس نکنی باز دیلت میزنن. چی میگو میکنه حمزه؟ من یه چیز نگفتم. رفتیم ماشین، رفتیم. دراگر با کجا که؟ دراگر گفتم رفتیم. در این دنیا مادر این خود یک هستی بزرگ است. در زیر این آسمان دستی مادر از همه بلند است. بیهوده نگفتند که جنت زیر پای مادران است. در قرآن کریم آمده است که خداوند به مادران چنان بزرگی داده است که و بزرگترین سلطانی روی عالم نداده است. سلطان و گدا پیش مادر هیجند. یک شب آن رنج که مادر کشید در دو جهانش نتوان برکشید. راستش را دانستن خواهی اگر گوش کن. کسی که در زیر پای مادر جای خود را نمی یابد تاج دولت به او هیچ چیز نمی آورد. یک حکایه مشهور است میدانی؟ یک پسری بدبخت مادری مظلومش را برای کشتن میبرد. مادر از دست پسرش چه عذابی که آید راضی است. سرش را در نزد پسرش خم میکند. خدایا خداوندا، مادر بودن چه چیز است؟ اگر کسی فرزندش را رنجاند مثل شیر بر او در میافتد. لیکن شمشیری که پسرش برای کشتنش میبردارد سرش را خم میکند. و همون فرزند ظالم مادرش را با شمشیر میزند و وقتی که ناخواست دستش را میبرد دلی مادر فریاد میکند آه پسرم درد یافتی. دلی مادر همین است. علیه چی کاری که کنی تو را فراموش نمی کنن. گریختن حل یگان کار نیست. برای بدبختی های دیگران را گناهگار کنی خوب نیست.
باید مبارزه برد عزیزم تا حق به حقدار برسد. اکا با کجایی خیلی دوی دخیر با شما میگویم اکا رمزا همیان رو ده. چی گفتی دکا؟ همیان رو گفتم، همیان رو. وای اکا همیان خالیست؟ به خدا این وقتا در دکان کار کم است. بحران اقتصادی اکا، اقتصادی آخر. از تو دکان و بحران نمیپرسم، همیانت رو ده گفتم. هاشم اکا چی کار میکنید؟ اینقدر بس است به فکرم. اینقدر پول رو چی کار میکنید اکا؟ حاضر میبینی، از پس من بیا. پول بایم پول جان بایم پول ها اکا شاید لازم نبود اگیز اکا جان همزه اکا خدایا من چیکار کردم؟ مکتبم رو طلبه هایم رو چقدر یاد کردم. اکا نباشد پول رو با یگان کس میدید؟ ایشیل؟ ما این پول رو گیر، برای خودت رو کیرا کن. بعد دفع شو رو از این محله. خانه کس رو ویران نکن. اکا اینقدر بسیار نیست؟ از پشت فکر دیگر ندارم. با تو بگاه وقت دیگر تو رو در این محله نبینیم. فهمیدی؟ رفتیم. من کوچه پایان رو دیدم، هیچ کس نیست. کوچه های بلو رو هم دیدم لوزی رفته. انا ببین معلمم رفته. شما هیچ کس رو نکشته اید امیتر نه معلمم؟ شما گریه مکنید ما شما رو دوست می‌داریم. شما معلمای خوب هستید. تو رو زحمت دادم. روز بخیر معلم. روز بخیر معلم. روز بخیر بچه‌ها. اکا چرا این پول رو با او دادیم؟ ویزن نمیرود، پیسرم رو سر نمیدید، بیفایده دادیم، رفت پولهای من رو میگیریم. راگر داشته. پدر آمد. من از اون زنهایی نیستم که خودشان رو میفروشند. برای از جدا شدن با من پول دادن. بس کنم طاقت ندارم از حد گذراندن. من هم ناموز دارم. ایشیل گوش کن، تو به هیچ کجا نمیروی. تو نمیفهمی. اگر روی خواستی آنها میشود. باز کمی صبر کن. با تو وعده میدهم تو رو هیچ وقت شرمنده نمیکنم. تو رو صاحبی میکنم. باور کن تو رو سلطانی خانه میکنم. باور کن.
پولها را با آنها برمیگردانم. تو مرا گوش نمیکنی؟ مرا گوش کن. خدایا این آوازی کیست؟ دقت کن. من تو رو جزا میدیم. جزا دادن گیری. گوش کن. اگر یک بار دیگر همین خیلی گوش کن. میدونی چی کار میکنم؟ تو رو سروت ایستا. شما کیستید؟ در صنف من چیکار میکنید؟ چی حق داره طلبه مرا جنگ میکنید؟ کمی زود از صنف من برایید؟ با کی گفتم؟ برایید! آروم کی میاد دکه؟ شاید پگاه بیاید. خاله‌ای در شهر بودهش بیمار بوده است. با مادرش رفت. پدر، عمک، با من کردار نشوید. من قرارم رو دادم و دیگر با ایشیل این خیلی رفتار نکنید. فکرت زود اینجا بیا. آرام شوید دکه. پسری من دیوانه گشتر شد. چه خیلی که میگویند دم دوزد عجلی ناگهان است دکه. لبای صدیقه با او گفتم نمی رود. باز یک بار دیگر میگویم شد اکنون التماس زیخ نشو. انشاءالله همش خوب می شود. خیر. دختر جانم علیه او زود زنگ میزند تو را میپرسد بیا به نزدش رویم. از یکی دلش بیمار شده است. باز یک بار دیگر به خاطر بچه ها به خاطر من و خوشتامنت عریضت را پس گیر. شوهرت را ببخش. میترسم که ثروت به داغن مانند شود. داغن هم در خوردی بچه خوب بود و همین خیل خوب میموند اگر پدر و مادرش جدا نمی شدن. ثروت هم به داغن مانند شود. آنگاه چی کار میکنی؟ مادر جان التماس من دیگر به وی خانه نمیروم. من این خیل شوهر ندارم. باز یک بار فکر کن دخترم. بچه ها او کی بود؟ معلمه همون میشود. معلمه؟ بله امروز به مکتبمون اومدند. جناب مدیر به صف آوردند تا آمدن شما ما رو درس دادند. نخود راست؟ یعنی وی معلمه بود؟ ثروت با او گپ گردون معلم. معلمه وظیفه خانگی را پرسیدن. ثروت باشد و من کاردار نشوید گفت. ثروت خیلی وسوده است معلم. ثروت بسیار هم شما پدری من نیستی. ثروت گوش کن. با من نرسید. شما پدری من نشده. مادرم رو فریب نمیداده. پدری ما میشده ما رو دوست میداشته. فرزندی بد رو نیو ما رو دوست میداشته. دیگر شما رو دوست نمیدارم. ثروت ایستا صبر کن. ثروت نه صدیقه شد اکنون. زود زنگ نزن. نخواهد نآید. دیگر ناز هم نکند. پسرم را دیوانه کرد اکنون تو را هم دیوانه میکند. باشه شد باز بیهوش نشوی. آروم شو. خیلی که میگوین با قرخیزی با ضرر شنی. چی شد؟ با کجا؟ رفته کلین و نبیره هایم رو میغورن. صدیقه عقلت رو کار فرما. بیا به خانه درا. آروم شو. از یک صحبت میکنیم.
معلمه ببخشید. نمیدونستم که معلمه هستید. شما چی حق دارید که در نزد طلبه ها به من داد میزنید؟ با مدیر شکایت کنید. جزایم دهند روزیم. من گناهکارم. ببخشید. التماس مرا ببخشید. شما خدایا یعقوب این تویی؟ ثروت پدرم رو بد نبینم. پدرم رو بد نبینم. ثروت پسرم نرسه برو نرسه. ثروت مرا ببخشید مادر جون. ببخشید مادر جون. میدونستم که در اینجا هستی، اما با این احوال افتادنت رو ببخش. رنجاندن نمیخواستم. نه مهم نیست. با چون این زندگی عادت کردم. آخر چند سال شد یک دیگر رو ندیده ایم. بله راست، اکنون برگشتم. مثل پدرم معلمی میکنم. بله. در این مکتب چه روزهایی که ندیدیم؟ در حقیقت آن روزها کودک بودیم. عمر صبر کن. امروز دیر بر آمدیم. همراه روی می شود؟ چرا نه؟ البته هر دری پوشیده هم باز یک سوراخی دارد سرمه. البته انسان به این دنیا آمده دری جنت را برای خود پوشید، لیکن پشیمان شده امیدی به اونجا برگشتن را کرد. خدا به هممون همین امکانیت را داده است، از خود کس وابسته. عمر وقتی که به نزد درت آمدم و تو اون رو برایم پوشیدی حق بودی. من نباید اون گردنبند رو به گردنم می آویختم. من بیعقلی کردم. ببخش. آخر از اصلی گپ خبردار نبودم. نمیفهمیدم. عمر بیا همش رو فراموش کنیم. عمر سنم به من کمک کن عمر. شد سنم شد، آرام شو. سرمه بد گپ زنی می شود. سنم ایستو. سنم ایستو. همه وقت سنم بس بوده کیست. شام بخیر خانم سرمه. شام بخیر آقای تیمور. من با عیادت یک دوستم آمده بودم، تصادفاً با شما واقعیتم. اجازت می دهید که شما را گسیل کنم؟ همچون دوست البته. دخترم خوست آمانت همیشه زنگ میزنم. بیو دخترم التماس یک روی نکن. رفتیم. لبای گوشی رو ماند. ثروت، نرگس بیایید به خانه بیبیتون میرویم. بیو نرگس. من بچه ها رو میبرم دخترم. تو با ما میروی یا نه خودت میدانی. رفتیم بچه ها. رفتیم بچه ها. رفتیم. بیبیتون شما رو بیند خیلی خرسند می شود. از راستی خرسند می شود. مادر جان
شما راست میگوید. شما راست میگوید. با خاطر بچه هایم او رو یک بار دیگر میبخشم. رفتیم بچه ها. خیلی واهمه کردی سنم. تو یک آدم معلوماتناک هستی. میدونی که از قانون گریخته نمیشود. خیلی ترسیدم عمر، ترسیدم. هنوز یکون جزا ندادند کو. محاکمه نشده است. گریختنت بر ضرر خودت. من نگریختم. ویزن گریخت. من رو هم با خود برد. بعد پلیس رو پراند. تپانچه رو به دستم داد. خیلی ترسیدم. شد. تو فکر نکن. حاضر به شعبه پلیس میرویم. تسلیم میشوی. بعد یک ادوکات میگیریم. باور کن این بهتر است. با من باور میکنی همین طرف نه عمر؟ البته باور میکنم سنا. التماس منو تنها نگذار. تو غم نخور. بیا دیر نشده رویم. بعد پدرم از دستم خطای تخم را گرفتند و به من با حیرت نگاه کرده خندیده گفتند پسرم مادرت تخمها را در تابه می شکست تو اینها را الکی شکسته آوردی. یعنی همه تخمها را شکست؟ بله همش. اگر می دیدید پوستش به درونش آمیخته شده بود. تشکر. خوب شد که شما را واخوردم وگرنه میکفیدم. به شما تشکر. من با شما یک لحظه کودکیم را به یاد آوردم. سرمه انتظار می شوم. با امید انتظار می شوم. اکنون فقط عکس ها رو نگاه میکنیم هاشیم. عکس ها رو کسی در رو میکوبد. صدیقه شیری نکنی من جدا کنی من نبیرهای من. هاشم بیا بیا آمده شیری نکنی بابا جان چه آمدن جو نکنی من این ها شیری نکنی بابایش هستن من تو بیا حاضر من تو خدا از تو راضی باشد دخترم. خدا از تو راضی باشد کلینی زیبایی. تمام علیزه جدا شویش را پس میگیرد. شکری خدا. چرا در نزدیداری سوده؟ کنی مرحمت به خانه داره. بیاید کنی به خانه داره. خدای هدار بر شکر. بیا سلام. من گناه ندارم به خدا که بیگناهم. شما نمیفهمید که کسی بیگناه رو دستگیر کرده. رفتیم. پلیس رو من نمیدونم. قرار داخل. تماچم در دستی باید. رفتیم سلام. کشش ها در داخل چاه است. تاریکی چاه می تواند کسی را از خود به خود کند. نه هر کس تا به این تاریکی دارد. در دریایی که یخش آب نمی شود موجش تا ساحل نمی رسد. دنیا به مانند دامی است که چند کنج دارد و به هر کنجش عقیق و مرجان ریخته شده است و فرزند انسان باید به این دام نافتد. خدا نکند و افتادی، پس بدان که عملهای رحمانیت به عمل شیطانی تبدیل خواهد گشت.
باشید تو پرسندی اینها رو بین پرسندی اینها رو بین باشید نکنی بیدی هجا نکنی بیدی جانا کی بیدی کنی اینجا بیشی نکی من فکرات آنها رو بیند خیلی پرسند می شود هجا نکی بیدی کنی گوش کن چی میگویم مرشید بر فکرات اویستکک زن به خونه بیوید کنی زود علیا دخترم با تو کمک رسانم تشکری انگا جان خدایا نستمشید چقدر خرسندم اومد پدرم اومدم بیا پینهان شدن خدا شیر کلا پرده کودک باز نکن بچه همچی کنی در خواست من پینهان شده فکرت توی پیسرم بیا نگاه کن که ها آمدن پیسرم انا چای هم تیار бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 103000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 97 59 28 28 97 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. илтимос санам, беақлӣ накун ва натарс. мебинӣ бегуноҳ буданат исбот мешавад, ҳамааш хуб мешавад, озод мешавӣ. бубахш маро умар, бубахш маро. санам исто. فکرت تو چی کار کردی؟ تو میدونی که چی کار کردی؟ میدونی که چی کار کردی فکرت؟ گبزن مادر گبزن این چی کاری کردن بود فکرت؟ بس کنید آخه بیبی جان مایلش فکرت مادامی که همین خیل است مایلش از من آخرون فرصت خواسته بودی انا به تو آخرون فرصت در همین جا قرارت رو ده یا وای یا من انتخاب کن فکرت مادر جان استویشی اینجا اکنون خانه تو هست. خوب مایلش رفته بچه ها در اینجا ما دیگر جای نداریم
ینگه ببخشید. رفته بچه ها رفته. مگر این خیلی ممکن است؟ همه‌اش نو خوب شده بود. یکان ذره عقل نداری فکرت. حیف بی تو. گوشتی فکرت چیکارم رو کارشده شده کنو صدقه بیا همش ای بی تو اویلت را صاحبی کردن نتوانستی اوشی یاده در پو فرزندانت را نمیدیدی با اونها پدری نکردی یک بار هم احوالشان را نپرسیدی من تنها چی کار کردم میتوانستم دخترم خونه آدم شود گفتم نشو بدبخت شو بیسرم در نزد تو بود کار یابد گفتم آدم شود گفتم لیکی نشو آهاشی خانه همون ویران می شود و تو تماشا می کنی عیبی من هم هست من هم اونها رو صاحبی نکردم همه وقت وظیفه خوب کاری خوب گفتم اینها کافی نبودن نفهمیدم در پیش چشمم ایوز شدن یگان کار کردن نتوانستم قوتم نرسید دعای کردم کافی نبودن خدایا مرا ببخش علیا دخترم ایستا نرم علیا سانم ایستو با گریختن وضعیت را بدتر بکنی آخی هر یک انسان تقدیر دارد فرزند انسان همه وقت از پس تقدیر می دود لیکن مهمش آن است که به سوی تقدیر چه خیل می دود علیا دخترم قربانت شوم التماس نرو مرا گذاشته نرو مرا به این هوا دیگر برگشته نمیرسم علیا صدقات شوم دختری زیبوی مرا پرتاز نرو یا با خودم میرده دخترم صدقه مخونت رفت صدقه کاری شدگی شد تقدیر به مانند اسراری هست که کس آن را اول نمیفهمد با تقدیر وقتی روبرو می شویم که وظیفه امان را در این دنیا اجرا می کنیم چیزی که به سرمان می آید جلوه تقدیرمان می باشد و مهمشان که تقدیرمان از خصلتمان وابسته است مادر جان علیا دخترم بس کن دخترکم گریه نکن آرام شو سرفت بس کن سرفت بس دخترم سرفت بس کن بیسرم با تو چی شد شما من نمیخواید بمونندی پدرم شما مرا دوست نمیداره من به هیچ کس لازم نیستم شما مرا دوست نمیداره هیچ کس مرا دوست نمیداره بیای شیلا اتاق خوابت رو به تو نشان دهم به این اتاق نمیدروید اینجا اتاق علی است نمیدروید مادر برس کنید صدقه اینجا بیا وقتی کودک بازی نیست تو گپ نزن هوشیم تو به این کردار نشو همه شای بی تو هوشیم مادر اکنون اینقدر عصبی نشوید آخر دلتون بیمار است تو دیگر غمی مرا نخور فکرت تو امروز مرا زنده به خاک سپردی نبرهایم علیم حاضر احوالم از مرده هم بدتر است صدقه یک روی نکن اینها اکنون کودک نیستن میفهمی تو یا نه فکرت التماس مجبور نکن مالش مادر جون خواستی شما مرا مادر نگو مایلش مادر ایشیل در این اتاق نمیستد در دیگر اتاق میستد بیا رفتیم من برهایم رو میخواهم کلینم رو میخواهم خیلی صدقه خیلی نه در این خانه نمیستم
من هم میروم صدیقا با خود بیا. در اینجا نمیستم سانام ایستو نگوریز. سانام ایستو. سانام چی شد با تو عمر؟ چشمانت رو کش عمر. نه ما رو هیچ کس دوست نمیدارد. اکا جون ما رو به حالم گذار. رفت از اینجا. اکرم با من دوزد. گریه نکن دخترم. ثروت درو کشو. ثروت کشو میگویم. دخترم او رو راحت گذار. بس مادر جون اکرم با من دوزد. شو دخترم شد. رفتیم. عمر مرا تنها نگذار. التجا میکنم مرا تنها نگذار عمر. من به تو زندگی کردن نمیتونم. اگر با تو یگان چی شود من میمیرم. عمر چشمانت رو کشاد. عمر التماس. خدایا شکر. تو برای من چقدر خوبی ها کردی. عشقت را برای من فدا کردی. برای من رو خلاص کردن چی کارهایی که نکردی عمر. من تو رو خیلی دوست میدارم عمر. خیلی دوست میدارم. یگانه کسی که من رو میفهمد این تو هستی عمر. در زندگی یگانه کسی که به من باور میکند این تو هستی. التماس منو تنها نگذار. چشمانت را کش عمر. شاید برای این گپ ها رو گفتن به تو حق ندارم، لیکن باور کن من تو رو دوست میدارم عمر. ایستا و هیچ کجا نمیروی. عقلت رو با جایش من صدیقه با خود بیا. تو دیوانه شدی مگر کاری کردن ای بس. اگر روی با کجا میروی؟ من میروم. صدیقه مرا دیوانه نکن. داد بای هم نکن. البته پسرمون یک چیز رو میداند. علیه با من وقت نبود. رفتنش خوب شد. این خیل نگوی خوشی. این خیل نگوی. شما غمی او را نخورید. نگذارد. راحت باشید. صدیقه بیا به خانه درا. بیا درا.
مادرجان چرا آوازش نمیبراید؟ ثروت ثروت با فکرم خوابی کودک برده است. رفتیم دخترم. تو در اینجا خواب میکنی، من باشم در آنجا میخوابم. زیغ نشو. مادرم رفام علیه رو خیلی دوست میدارد. بیو از خانه دور شوی دست کشیم. آنها ما رو نمیخواهند. اکنون قرارمون رو دادیم. با حقی برگشته نمیشود. همین که از علیه جدا شدم زود نکاح میکنیم. بعد هیچ کس هیچ چیز گفته نمیتواند. پدرم روزی هست. مادرم باشد آیسته آیسته عادت میکند. تو زیغ نشو. وای یک دوگانه هم زنگ میزند. سلام مریم. باز چی گویم؟ کی بودنش رو هنوز نمیدونم. چی شد؟ چرا با من زنگ زدی؟ ببخش گپ زده نمیتوانم. تمام. یگان مشکلی نیست. تلفن رو خاموش میکنم. دوگانه هم مریم از شهر با خانه دور میشوم گفته بودم. سلام. 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 خدایا من رو دوست میدارد. دوست میدارد. دوست میدارد. پسرم آقای پلیس کودکم در درونی ماشین بود. آرام شوید. دقت. خانم سنم با یک ماشینی سبکروی رنگی جگری نشسته گریخت. تو در اینجا بودی؟ شد شیرینکی من. گریه نکن. حاضر تو رو با نزدی پدرت میبرم. شد گریه نکن مالش. چیکار کنم؟ شد گریه نکن. همش خوب میشود. حاضر یگان ماشین آید تو رو با اون چیلونده با نزد پدرت میفرستم. کجا
کجا شدی؟ خدای توبه با او بافتیدن همش از برای من خدایا چیکار کنم اینجا چه واقعیه؟ ثروت کوشو گفتم مادر جان باز یکون فلا کرده شود. ثروت در رو کوشو ثروت کوشو پسرم اگر چاره نداریم در رو میشکنیم. سنم خوب هستی؟ با کودک چی شد؟ ماشین رو با کار میدارد نگاه کردم نیست تنانی کفشاش بودن چیکار نکنم با رفت میشود سنم شد بس کن سنم شد سنم آرام شو سنم شد تمام آرام شو سنم تمام بس کن تمام شد باب نافتیدن نگاه کردیدن خدا را شکر نمردن خدا را شکر ثروت خدایا توبه ثروت گریخت است. صدیقه آمدم علیا دخترم میدونستم که میایی. بیا دخترم درو من آنها را پیش میکنم. بچه ها در کجاید؟ برای چه آنها را نآوردید؟ ثروت کجاست؟ نرگس کجاست؟ ینگه جان ثروت از خونه گریخته است. شب از دیر زفر آمده است. خواطرم میترسم که یکون واقعه نشود. ثروت در همینجا صدیقه؟ نه ثروت در اینجا نیست. خدایا باور نمیکنم. ثروت از خونه گریخته است. بیاید زود رفته او رو میکوبیم. ما هم میکوبیم. با کجا رفته باشد؟ با کمکتون زار نشده. یک کودک را نگاه کرده نتوانستی. فکره این را تو میگویی؟ اینها را بینیده هم گناهکارند هم زوری میکنند. چقدر که میگویند دزدی زور صاحب مال بست است. هاشم به خود بیا. هاشم ندیرم گم شده است. تو باشی بهوده گپ میزنی. برای چی ایستاده؟ رفته ثروت را کوبه بیابه. رفتیم پدر. من هم با شما میروم. نه تو با کودکی من کاردار نشو. تو کی میشوی ها؟ تو کی میشوی؟ کاردار نباش. کاردار نباش. دخترم شد. آرام شو. دیگر با زندگی من کاردار نشو. کاردار نشو. رفتیم دخترم. تو در خانه ایست. خیر کوبیشین سنان بیوشین زنگ میزنیم اومده میگیرند چرا ایستاده ای؟ تو رو عمر من نمیروم. بس کن سنان یک روی نکن
با این خیل گریختن هیچ چیز را اثبات نمیکنی. اگر رها یافتن خواهی باید نگریزی. نه، تو بیگناه بودنم رو اثبات نکنم تسلیم نمیشم. کودک رو با پدرش ببر. سنم بیا اکنون. بیگناه بودن رو تنها در مرافعه میفهمی. سنم از تو جدا نمیشم عمر. اگر به افشنم تو رو دیگر نمیبینم. کودک رو میکوبند. همه‌شون رفتند. بگو جدا میشوند. بله، یگان مشکلی نیست. وای من الو آقای جمیله بدکردار بیناموسی خانه ویران کن. شودکانان شد میگویم. کودکان رو نرنجاند. کودکان رو گریان نکن. من دست نرسان. خانه بچه ها رو ویران نکن میگویم به تو. با من گوش کن دیوانه. با کارهای من بینیت رو نخالون. وگرنه تو رو میکشم. فهمیدی میکشم. بچه ها نرس. آنها رو به حالشان گذار. دلت به تفلکان نمیسوزده؟ تو چی طور میتوانی آنها رو از پدرشان جدا کنی؟ چی طور؟ اگر خانه آنها رو ویران کنی من تو رو میسوزانم. شیل همش رو میدونم. رفته به فکرت میگویم. گوش کن دیوانه. اگر یگان بیعقلی کنی، اگر به فکرت گپ زنی، تو رو به دیوانه خانه جای میکنم. کودک ها رو باشد میکشم. آقای عمر تشکر. سلامت تشکر باشید. کمیسر. سلامت باشید. آقای عمر، گریختنی همسرتان بر ضرری است. آقای کمیسر خیلی مجبور کردم که تسلیم شود، اما او از من هم میگریزد. میدونید اگر تسلیم نشود وضعیت را بدتر میکند. آن زنی که با او گریخته بود با ما بیانات دروغ داد. دلیل ها در دستمان. باوری داریم که او خانم سنم را مجبور کرده است که با او گریزد. دیر نشده همسرتان را یافتن لازم. باید زودتر آن کس را به محکمه روان کنید. برای همین کوشش کرده ایستادم. سلام دخترم. بیا درو. و در اون درا نترس، در اینجا پلیسا نیستن. بیا دخترم. شین دخترم. در اینجا شین دخترم. شین. تا کجا میگریزی دخترم؟ و از کی میگریزی؟ از پلیس؟ از خودت؟ یا از ترسایت؟ یا از قلبت؟ سعیده التماس رو از نظرم دور کن. از عشقت نمیگریزی اپا. از عشقی که این روی مولچه رو با خونش رنگ کرده است نمیگریزی. بس کن سعیده. اپا من فکر میکنم که اون حسیاتی که با این روی مولچه گفتن میخواستی خشک و خالی نیست. از عشق دست نکش. اگر او رو در حقیقت دوست داری مبارزه بر. روی مولچه رو بگیر. از اون نمیگریزی. تو اون رو با خونت رنگ کرده ای اپا. نصف دیلت رو گذاشته ای. کس نصف دیلش رو گذاشته نمی رود. معلوم است که از قلبت میگریزی، اما از قلب نمیگریزم دخترم. تو به مثل پروانه هستی که در گردی روشنی دور میزند. تو در گردی قلبت دور میزنی. از ترسی زیاد سراسیمه شده ای.
ترس عقلت را برده است. قلبت را هم چخیلی که من میبینم درونی تو از اسیان پر شده است دخترم. همه وقت خطا میکنم امکی قربان. سرم دویم در بلا است. حیرانم نمیدونم چیکار کنم. سر خالی سگی احساسی عقل میشود دخترم. احساس به کدام رنگی ندارد. گریه کند، خندد، عذاب کشد، خوشبخت شود، به مانندی بوقلمون رنگی وز میکند. انسان را هم پریشان میکند. بعد از این عقل رنگی احساس را نگاه کرده فکر میکند. دنیا را به کدام رنگی که نگاه کند هم آخر فکر میکند. این هم انسان را پریشان میکند. لیکن عقل اگر مستحکم باشد احساس را نظارت کرده میتواند. به مانند بوقلمون رنگ دیگر نمی کند. اگر عذاب کشد واهمه نمی کند. با این واهمه فکرهای هر خیره نمی کند. حتی به حقیقتی که خدا نشان داده تسلیم می شود. در همه چیز خیر می کابد، فکر می کند و از چیزی درست در دلش الهام پیدا می شود. و احساس نیو آهواه انسان ها نگاه می کند. هر فلاکتی که در دنیا می شود عقلش را خراب نمی کند، واهمه نمی کند. دخترم اکنون نگریز، نه از قلبت گرید، نه از پالیس و نه از خودت. در همه کار یک پاره خیر هست. چیزی بوده را همان خیل خوان. نباشد شیطان در رگ انسان به مانندی خون می گردد. به عقلمان، فکرهایمان به استخالت می کند. نشستنمان دیگر، راه گشتنمان دیگر شیطانی می شود. این هم دوستانمان را از ما جدا می کند. نازی بسیار عشق را نابود می کند می گویند. من هم می گویم که با عشق نابوده شیطان بازی می کند. قدمهایت را دانسته گذار دخترم. مادر باز ما رو گوش میکنید؟ با خدا که گوش نمیکردم. به این دختر نگاه کنید و من عقل یاد میدهم. مرا فریب نمیدهی، من به تو نشان میدهم. حالا هارون با مادرش بیاید من میدانم چیکار کنم. مادر باز مادر بوده است. نیست، باغ را دیدیم، بچه ها رو پرسیدیم، هیچ کس ندیده است. با مکتب هم رفتم، نه آمد از گفتم. بیایید به هر طرف تقسیم شده میکوبید. سنم؟ سلما سلما اجازت درایم. کوزیم سرم من آمدم. تو در کجایی؟ انا کجایی؟ نگاه کن با تو چه گرفتم. همه این برای تو گیر پسرم خور. سرم اجازت در نظرتون نیستم اپای جمیله. التماس میکنم مرا به هیچ کس ندید. مرا مثل فرزند خودتان دونه. فرزندهای من نمردند. آنها میآیند. آنها نمردند. آنها نمردند. مرا به هیچ کس ندید. کاظمی من البته نمیدیم. تو پسری من هستی. تو رو از دستی من هیچ کس نمیگیرد. تو غم نخور. من کاظم نیستم لیکن میدونم ثروت، میدونم جونی من التماس
فکر کردی که با گریختن خلاص میابی؟ با پلیس خبر میدیم. ایفی بسترما چی بود؟ سرده تو یک طرف ایست دخترم. من خودم با پلیس گر میزنم. روز بخیر خانم. لبای آقای پلیس شما را گوش میکنم. ببخشید خانم سنم رو میکنید. حاضر به اینجا یک نفری به او مانند در اومد. نه خطا کردید. وای دخترم بود. نه به خانه در اومد. سرما دخترم کنی بیرون برو. یعنی خودش. ببخشید خانم ببخشید. مایلش هیچ گپ نیست. مادر شما چیکار کردنتون رو میدونید؟ یک گناهکار رو به خانه راه دادید. سرما چیزی رو که نمیدونی گپ نزن. آخر این سنم است. دختر عمکه خیشه. خوش آمدی دخترکم. بیا درو. شرم ندار. درو. سلام علیکم. و علیکم امک قربان. اجازت میدی جانم با تو گپ دارم. مرحمت امک چرا نه؟ حضور شما رو تاج سر میکنم. دکتر پسرم در اینجا همه وقت شکایت دیدی همین طور شاهد عذابها دردها شدی. برای شاد کردن آنها کوشش کردی اما ولی لیکن به دردی خودت دوای یافته نتوانستی و فکرم همه این دردها رو به خود گرفته ای. امک قربان من در کجا خطا کردم؟ خطای من چی بود که این خیل شد؟ شین دخترم شین دخترم. در اینجا تو رو هیچ کس نمیوبد. خواطر نشو. نترس دخترم. پلیس تو رو در همه جا کوفته ایستادن. من تو رو به مانندی گوهرکی چشمم احتیاط میکنم. آه دختری بی تقدیر. دختری بی طاله. به خدا دلم به تو میسوزد. تو رو خیلی دوست میدارم سنم. تشکر زیادی حقا جان. تشکر. خدایا این چی روز است؟ این چی عذاب است که تو میکشی؟ خدا دشمنت را کور کند. طاقت دیدن عذابهای تو را ندارم. تو من رو دوست میداری میدانم. پنهان نکن از چشمانت معلوم. تو هم مثلی سیده خیلی آواره شدی. مثل موسیقی بیگناه دایم در حراسی. از حبس میترسی. از عمر جدا میشوم گفتم میترسی. همین طور نه دخترم؟ تو رو میفهمم دخترم. من به تو یک چیز میگویم دخترم. عمر هم تو رو دوست میدارد. با خدا که راست میگویم. وگرنه برای چی دایم و سنم گفته از پست میدود. تو به سرما نگاه نکن. ایستاده به عقل است. سرما ذکر نشود گفته عمر به تو دوست داشتنش رو نمیگوید. قدری شوهرت رو دون سنم. او رو از دست نده. شوهرت رو احترام کنه همش خوب میشود. و گپای من گوش کن دخترم. من به تو بدی نمیخواهم. فهمیدی؟ خدای توبه مرا تلخ کردی کو سرما. حاضر من به تو رفته خوراک میارم. شاید گرسنه نمونده باشی سنم جون. من حاضر. آفرین خانم سنم. در آخر موفق شدید.